مرکز جمهوری زلزله‌نگاری وزارت اولویت فوق‌العاده ازبکستان خبر داد که صبح 19 یونی سال 2023 با فاصله 6 ساعت در شرق تاجیکستان در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان دو زمین لرزه به وقوع پیوست. زمین لرزه اول ساعت 13 و 17 دقیقه به وقت محلی رخ داده. اقتدار آن طبق جدول ریختر 4 بال را تشکیل داده. مرکز این زمین لرزه در 115 کیلومتری شمال شرقی شهر خوروغ جایگیر شده. زمین در عمق 120 کیلومتر لرزیده است. زمین لرزه دوم بعد 6 ساعت 9 و 19 دقیقه به وقت محلی رخ داد. مرکز این زمین لرزه در 70 کیلومتری شمال و غرب شهرک مرغاب جایگیر شده. زمین این دفعه در عمق 202 کیلومتر با شدت 4.2 بال طبق جدول ریختر لرزیده است. بر اثر این آفت طبیعی گزارش تا این ساعت به دست نرسیده است. مرکزهای زلزله‌نگاری تاجیکستان تا حال درباره رخ دادن یک باره دو زمین لرزه در شرق این کشور خبر ندادند. این قسمت قلمرو شرق تاجیکستان یک منطقه پرزلزله به شما رفته. تقریبا هر هفته از اینجا درباره زمین لرزه های نو خبرها به دست می رسند. تاجیکستان در عموم در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. یادآور می شویم بر اثر زمین لرزه شب 23 مارس سال 2023 که مرکزش در اطراف دهه پلدارک نوحه کوهستان مشچو بود، در مجموع 338 خانه از جمله در نوحه کوهستان مشچو 318 خانه، در نوحه رشت 32 خانه و در نوحه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند.